میگم از آقا داماد ما از من سوال نمیدی سویش چی رقم بود؟ هشمون باید سوال کنم؟ شاید هر واقعی خوش که یوتیوب دو لکش پایین مورد در وارد شدم اینجا نام عروس داماد نوشته گده خیلی قشنگ دیزاین نیست قشنگ شده زنو کسی میشه تلاتن زیبایی و قشنگی سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید در ولاگ امروز. من دیگه فعلا در میدان هوایی زوریخ هستیم. میخوایم بریم طرف ناروی بخیر. امید که در ادامه ویدیو خود ما باشین. دیگه هم از میدان هوایی زوریخ ما در ناروی دیگه شو رسیدیم. الان تازه از میدان هوایی بور شدیم دیگه از ناروی. متاسفانه که بارشه دیگه از بقیه کسایی که دم رای عروس هم داد و بقیه جلو رفته کم شمنده. در ادامه ویدیو حتما باشین قبل از من تا بعد.
تبریک باشه ایشان. تبریک باشه. اسرا. شما قبول بکنید امشب شما صحبت کنید. مامای خبر دارم علاقمند زیاد داره. یک از علاقمندایش خود ما بودم. شخصا میخواستم واقعا یک دفعه ببینمشون. علاقمند چی؟ چون در پاکستان خیلی نامش را شنیدم. از او خاطر خیلی علاقمند بودم یک دفعه اونا رو ببینم. دیگه خوشبختانه در زی عروسی دیدم. از او خاطر میگم. چون در پاکستان خیلی اینا را در اونجا خیلی مردم در موردشان گپ میزدن در مورد کارهای نیکشان. از او خاطر آجی کوگای؟ آره نه نرزا فکر که نرزا میگه نه آجی که بوده خب ماما جان تجربه خود بگین سوئیس خوب بود یا نروژ یا در استرالیا خوب بود؟ هر کجای دنیا خدا رو شکر که خانه مردم از ما هستند. در هر کجای دنیا مردم از ما هستند. ما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان چینل یوتیوب شما را، مخصوصا قومای هزاره که در کل دنیا آواره شده. دعا منم که همگی مسافرین مردم ما در هر جای دنیا که هست همگی انشالله همگی در آرزوهای خود برسه. اون هر کس که مشکل داره مشکلش حل شود. خداوند انشالله همگی در روزگار خودشان در زندگیشان موفق باشد. طبقه درس خوانده توصیه خوب درس بخونه و طبقه کارگر توصیه خوب کار کنه، صادق کار کنه. اون قدر هزاره بگه که تا کلی بشریت 8 میلیارد انسان در جهان است، همه هزاره بشناسه که هزاره کی است. تاریخ هزاره چی رقم است؟ 200 سال پیش تا هنوز هزاره چی مشکلات دیده، از تاریخ هزاره با خبرش نه. و همگی صادق باشد در زندگی خود، با فامیل صادق باشد، با قوم صادق باشد، در کار صادق باشد، در زندگی صادق باشد، در هر کشوری که زندگی میتونه صادق باشد، قانون این دو کشور مراعات کنه. ما دیگه عرض ندارم دیگه، فقط کلگی باید صادق باشد همگی. انشالله. تشکر از گپای خیلی قشنگ شما. واقعا برای از ما جوانا گپا خیلی مفیده. جوان همه جوان. برای از ما جوانا سین مهم نیه، خب یک عدد است. دل جوان. میگم از آقا داماد ما. ما سوال نمیدی سوئیس چی رقم بود؟ هشمون باید سوال کنم؟ شاید. آره؟ افتخار میدن که بگم؟ سوئیس بدر نموره. بعد شلو چیزی که بخی گیت چیزم در آنی. جدی. شلو بود؟ خدا شکرم که نوره زندگی. جدی؟ تبلیغات نکن، سوئیس رو بعد نگین. حالا ما دیگه جایش نرفتیم، فقط همون جای موتر شور می‌خوایم باید پیسه میدادیم که حتی موتر مثلا شور میدادی شور میدادی شور در اونجا که ما فکر خیلی پیسه مصرف کردیم با خاطر پارکینگ موتر. پیسه مصرف تو نگیده ویدیو باید بگیم مردم آگاهش نه اونای شاید واقعیت باشه تجربه خود دیگه. خوب آدم تجربه خود اشتراک بله. خیلی باید فقط نرید خواهشم. کسی را توصیه نمینم؟ قد موتر نه. چی رقم برن؟ پیاده، قطار، بوس. قد بایسکل. اما راه خوب شه پیاده رویه دیگه. پیاده برن. راهش پیاده رویه. مصرف نداره. جای دیدنی هم داره. با پیاده خوبه که جای نمیرسه. مصرف نداره. خب پس سوئیس بعد گفتین ها؟ کسایی که نال طرفدار سوئیس بود باز اونجا مفهمن دیگه. اعتراض من کار دزنا ندارم، یک نوره بعد زمان مقایسه کنم ولی جای بد نیست ولی در رانندگی هر کس در جایی که زندگی در اونجا را خوب میگه. ما در اصل آمدیم خیلی راحت شدم. آره تا خچ سوئیس بهترین جای. مامان که خیلی خوشم میاد. زیبایی داره بسیار سرسبز. مامایی گفت شما در نروژ کم دیرتر انده. یک ماه پیش میمادی با سرسبزی نروژ
سوئیس که خیلی پیش اینجا در فصل سرسبز داشته در بهار سال ولی ترمای سال دیگه سرسبز نیه ولی اونجا خون ترما بود دیگه خیلی سرسبز فکر کنم چکر هم رفتین نه؟ یک روز فقط دریا آبشار رفتیم آبشار خیلی خوب جایی بود آبشارش خیلی شفاوزین خیلی آبشارش خیلی کلان دریا ای کاش که در این خوشگاهی های افغانستان میخوان دریا در افغانستان به وسط چی پرکسترین بگم و آبشار فراموش می‌کنیم. خب ببرین که مو بلد شنه دیگه پرکسترین همون جای معروف که در بله سنگ بعد از چی برنامه چی راستی بخیر موریم بات نشون مو که نیستیم دیگه جمع باشیم دیگه بعد عکسای خودشون دامونه نه مو که نیستیم دیگه موره سبا باشیم خودم فوتوشاپ کردم بله امروز جایی که مو بدم اون بخز مو گیت کس نمی‌فهمه آره دیگه فوتوشاپ تجربهش که نداریم چی فایده تازه باشم نه تجربهش ویدیو ران کنیم تجربه یعنی دو هفته کاش این مامان مزه بود پیش گام ما در سوئیس پیش از سر چکر سو ما خودمون پیشنهاد دادیم اون آقای شفیع روبروی باشه پیشنهاد دادم که ما سوئیس بریم قطر بریم 3-4 روز پیش قبل از اونجا سوئیس رو بگیریم باز واجی منتظر قبول نکرد نش مدعی این بعید از این جای برام نروژا که افسردگی میگیرم مرا خود منتظر بودیم چند بار از این پلیس بستم نه دوباره خیلی خوشحال بودیم البته در سطح جهان خیلی خوبن نروژ که باید خدمات نمی‌دیم کی؟ همین کی کاکای گو ایتی که به اونجا داماد از این خدمات ولی که سباق بودن جیا داماد که وقت هم داد دیگه راست خیلی میشه خبر نشده هیچ فکر نکردم داماد خیلی دو هفته پیش هم دارم اینجا داماد نه مامایگاه نبود میتونست مامایگو دمزو وقتی که دامادم داد باید اون وقت آمدیم انشالله یک روز بعد چیز مرا ولی ولی اون شاید بخت نیه اما هوا خراب است دفعه افغانستان خوبیش همین بود که ما همه بچه‌های شبچه برام گوش کردیم تقریبا خیلی نفرایی که خیلی سالها اشرف که ندیده وره گوش کردیم دیگه بسیار خوب کرد انشالله تا این دفعه بخیر باید این دیگه از بخواه آدم دم سیاحتی هم که برده کشور خیلی سخته که تعطیلی باشد عروسی دیدیم آدم بینیم از دوستاره زیادتر باشه اما در شهر نیه مثلا تو باید نمیتونی که تو در کاره یردم شی جدا جدا بریم نمیه که عروسی بود و نام داد دیگه اون اردمش مثلا 5 ساعت 4 ساعت رانندگی داد زور نیه دیگه اون شهرش بعضی هایش دورترگاهش 5 ساعت 6 ساعت اون برای خیلی بعضی از دوستا از فامیل از اتریش هم داد اونا دورتر بودن از آلمان هم داد دورتر بود همین آجی سخی هم گشت دور بود 5 ساعت بود آجی سخی از نام موجی سخی چند سال؟ بخیر 6 سال بود ولی که بشترکوی استادم در یک سر دیگه نکنیم خود شما آمده چند سال رفتید؟ ما این دیگه رانندگی بعضی خیلی قوی است از جمله رانندگی دیگه اون هم ردبول تون که تلویزیون میله اونجوری نه اون ردبول ما برایش ما خوام ما یک دن ردبول گرفتیم یه مدت 3 دن دیگه در کنارش آردیم ردبول خورده باشه یعنی مثلا در زمستان تقریبا 2000 کیلومتر میشه 2000 کیلومتر یک سر رانندگی ولی شب خیلی ببخشین گپشم قطع کردم نه داشتم تعریف میکنم دیگه بفرمایید هیچ رفت کی انرزاد داشتم میگم نه خب آدم تعریف باید تعریف کنی نه آره خیلی خوبه ما که نیم ساعت این اضافهش نه خواب میاد ولی اگه دوستا اگه چیزی نگه مثلا این روز خوب بود نفر زیاد بین داستان یا ولی اگه نیم ساعت زیاد چه خواب میاد ولی کی انرزاد از زمستان از شمال که تقریبا 2000 کیلومتر راسته یک سره تانی خو شب خواب ده وش نمو ولی بازم خیلی شادمیان بگم
باز جناب امان که دیگه 15 سال نیم سال گفتم ما پمپ بنزین بودم دیگه خلاص ماشاءالله 15 سال نیم واقعیت داره اینا یا نه نه نگیده خودت گفتی حالا آه دیگه کشتی ها استاد کده نه و 40% کشتی بودیم 20% کشتی سلام بر همه شده آقای اینا چنل یوتیوب سایت رفتم خانو جاوگیر که وقتای ما رو شونه مثلا خدمون نرفتی نه او از اون چیز نبود لازم خیلی ها که ما سوال میکردیم نه شاید سیچه خیلی هایش سوال کرد بچهای مامایت کی علی نه؟ علی و کی نامش چی نیاکنم چرا نمادم نه واسه کار داشتیم آها کیه علی کران شد یونس؟ نه اما خیرلا اینا خجرلا اینا چند ماه پیش گردیدند اما خیر مثلا تحصیل خالصان نگشتند نه این درسی رو اما شرایش چیه خود باشه من انشالله همین جمع جبران من دست حالا مو صح انجام ده تو باید تو دیگه فلکه خنجر مهتر چرخور اینستان نه مامای مثلا سهم نگرفتین شما نوبت شما هست نه ما شغل منیه دیگه هیچ کس شغلش نیه هیچ کس نیسته نه و از من انتظار از او کارو نداشته انتظار داشته باشی دیگه نه انتظار داریم این دفعه ما قد کامره خماییم باید ما هم شیشتره هیچ اتفاق نمونده چرا؟ ما درسی خود خود رقص نگیدم باید درسی مثلا دیگه کسی درسی برار مهمه دیگه ما را خدا بیامرز که رمضان مامانی که تو رسیدی کلو بیواجه نه بیواج خیلی آماده میدان از جمله داری ستا که خوبم درازاک تیر نگه نمیدن اکثرا خدا آره بیامرز میگه خوبه استرالیا توی کسان دیده که تمام از دیگه دیگرها مندم شد ممادم راست میکرد و دمشی نداشتی هر روز داماد همون تمام تیارش سلام دوستا وقت شما بخیر دیگه این جسو و مو تازه صبحانه نوشجان کردیم حالا قراره که بیرون بریم کلگیم آماده شدیم 2-3 روز که اینجا بودیم هیچ نشد که بیرون بریم به خاطر از اینکه دوستا قوما به خاطر عروس مبارکی اینا میماد اینجا که یک ذره شلوغ بود امروز یک ذره فرصت هم میخوایم بریم بیرون دیگه تجربه اول برای از ما که ما مورم در بازارهای ناروی میگردم دیگه تا هنوز نمیدادم در اینجا دیگه خواستم که برای شما هم از بازارهای ناروی یک ذره ویدیو بگیرم البته تا هر قدر که تانیستم دیگه انشالله یک مهمانی فردا اینجا هسته به خاطر که دوستا و قومایی که در اینجا بودن دیگه نتونستن در عروسی اشتراک کنن از او خاطر دیگه یک مهمانی برای از او عزیزا در اینجا گرفته شده دیگه انشالله که ما بتونم یک کمچون ویدیو بگیرم برای از او عزیزایی که علاقمندن این صحنات تجربه کنن و ببینن دیگه انشالله که بتونم ویدیوهای قشنگ برای شما عزیزا بگیرم دیگه حال زیاد گپ نمیزنیم به خاطر همه منتظر از ما دیگه بریم با هم دیگه در بازارهای ناروی خب بریم بخیر امروز یک ذره باران هم هست چقدر هوا امروز خوبه ما چیزی که در اینجا خوش ممده خانه های اینجا هستن خیلی خانه های قشنگ داره کلن طبیعت سبز یه از خانه های قشنگ اینجی کلن خانه های شمیر قمه
آمدیم در ایکیا. فعلا داخل ایکیاییم دیگه. در قسمت وسایل خانه رسیدیم. خریدای عروس خانم برای خانه جدید شده. بعضی چیزا کم بود داشت دیگه. امروز هم ده خرید کنن. دنبال کشت رفتم. برا کی سال باش منش کنم ايش سنگینا. اینجا نمیشه؟ یک خالیک نمیشه؟ نه ایرم تمام میگرم. ایشم تو میگرم اما شما چی؟ چی سبا فکر کنم. خریدای نو داماد و نو عروس دیگه. بعضی چیزا کم بود داشتن امروز آمدن که بگیرن. ایش نمیفهم چیه؟ لامپ دیگه. یک جای خیلی قشنگ رسیدیم. اینجا جای خیلی خوش اومده. همه جای رنگ رنگ گله. خیلی جای خوش درون. چقدر قشنگه اینا. اوی خدا. گلاش خیلی قشنگه. خب بریم. نمیفهم فاطمه اون طرف رفته. گلاش خیلی قشنگ تازه نه؟ از اینا میخوایم؟ زیاد هم کنستم خیلی زیاد بود. میدونم سنیدم خیلی زیاد بود. نفرم میگه فرزن مثلا در خانه فرزه اون بود. در افغانستان؟ یا در کوهستان؟ در کوهستان. در منطقه؟ چه گرفته؟ خواهیم از اینجا بشینیم بریم انشاءالله دگان جای دیگه.
چرا ظرفا خوش مزید عاشق ظرفای خوشگل خیلی قشنگه قشنگه نی نگاه لنسه خانشه خیلی قشنگه. خب دوستای عزیز خرید خلاص شد، طرف خانه به خیر برمیگردیم. اما یک دفعه دیگه شب میخوایم بریم سالون رو نگاه کنیم، سالونی که برای عروسی فردا در نظر گرفته شده. تا شب را باز با هم دیگه هستیم. فردا عروسیه در اینجا. یک دفعه آمدیم که اینجا را نظارت کنیم چی رقم است. دیگه زر وارد شده. اینجا نام عروس داماد نوشته شده، خیلی قشنگ دیزاین کرده، رنگ سرخ. اینجا هم شم دیگه. اینجا برای پذیرای مهمانا یک میز خیلی قشنگ چیندن، دستشان در نکنه، خیلی قشنگه. از میز یم از استیج خیلی قشنگ جور کردن. بالشتای دستوز دیگه، پشت صحنه‌ش هم مرغم گلای خیلی قشنگ. همه در حال کاره دیگه. مو شب آمدیم که اینجا کم نظارت کنیم چه رقم هست. کلگی در حال کار. مامایم هم نظارت منه. نه مامای؟ شما هم نظارت منیم که همگی باید کارا انجام بدیم. خوش ماماد؟ فقط بگین جای مردا یک ذره خوشگلیه، جای زنا خوشگله. مردا کلو تخصیش نه زیاد قشنگ نیست، قشنگ شده. زنا که میشه تلفن زیبایی و قشنگی میشه. چه جالب، چه جای مخفی داشته. اینا میزه کم پس کش کنیم. اصلا تصور نمیکردم که اونجا جای میز باشه. ناره دیگه شب عروسی همگی در حال کاره. اینج بخش مردانه. اوه اینج خانمه یا سلام، خسته نباشین. اینجا هم آشپزخانه در حال درست کردن غذا. او خوبیش که است هم زود میشه، همه چرخ، یعنی گوشت بفرم کسی مدلن خیلی چرخ.